این هفته خبر تو خبر داره براتون از قمپوزای موشکی پاسدارای هراسون برای روحیه دادن به بسیجی‌های ریزشی. بالگردهای ما در 4 حوزه به بالگردها رسیدگی کردیم. 4 حوزه در لبه فناوری روز دنیا. اول آمدیم آقا برد موشکی بالگردهامونو از 2 کیلومتر به 20 کیلومتر رسوندیم. 2 کیلومتر کجا 20 کیلومتر کجا. امروز برد موشک‌های بالگردی ناتو 20 کیلومتر نیست. فعلا به جای برد موشک برد شوت شدن صندلی عظما رو بچسبید که خیلی واجب تره. وقتی موشکاشو خورد به در و دیوار و دردی از بسیجی‌ها دوا نشد، به این کاغذبازی‌ها و تبلیغات دوغکی رو آوردن. تا جایی که به پاسدارا برمیگرده کارشون از این قمپوز درمانیا گذشته و دنبال سوراخ موشن. آقای برادر پاسداری که بازنشسته شدی چه میکنی؟ چرا تو نزدیکترین مدرسه ای که به خانه توست نمیری؟ چرا تو نزدیکترین مسجدی که به خانه توست نمیری؟ حالا دیگه روزخونی برای جنگ خمینی ساخته هم حال این جماعت رو جا نمیاره و کار به جایی رسیده که مهره‌های باند مغلوب اینطوری زیرا به جنگ رو میزنن. عراق دشمن ما نبود، صدام حسین به هیچ وجه دشمن ما نبود. این ما بودیم که عراق و دشمن خودمون کردیم. هر کس رفت پیش امام بعد از انقلاب، اشاعره عرب رفتن، شیعیان رفتن، عده‌ای از نمیدونم اهالی بصره رفت. امام گفتن این صدام این جرثومه فساد رو چرا ساقط نمی‌کنین؟ چرا شما انقلاب اسلامی نمی‌کنین مثل مردم ایران؟ این فاسد رو سرنگون بکنید. اینها الان دیگه خود آخوندهای ریزشی هم مجبور شدن اعتراف کنن که جنگ مردم ایران با ولی فقیه و با ولی فقیه باید جنگید. حاکمیت ملی باشه، حق تعیین سرنوشت رو بگیریم، یا ولایت فقیه رو. ولایت فقیه عادلم به زور نمیتونه بر مردم حکومت کنه. این ادبیات چیزش میشه. حالا میگید آقا یک کسی از این نردبون استفاده کرد رفت بالا بعد نردبون انداخت. خب با همون سلطان قبلیش داری جنگیدی، با اونم بجنگ. او دیگه اسلام پشتوانش نیست. توی این وضع و اوضاع ماشین تصادفی عظما دیگه هیچ شانسی برای ادامه نداره. حالا یه نگاهی هم به نظام یک دست ولایت بندازیم و از جفتک پرونی‌های قالیباف به سمت عمامه رئیسی شروع کنیم. امروز شما نگاه کنید، ما ناترازی آب داریم، ناترازی انرژی داریم. امروز ما ناترازی پولی داریم. ما امروز در حوزه جمعیت ناترازی داریم. در توزیع جمعیت نرمال نیستیم. 23%، 24% جمعیتمون رو متمرکز در 1% خاکمون انجام دادیم. اینها یک شبه اتفاق افتاده. اینجا بود که آخوند رئیسی هم یکی از طوله‌هاش به نام رائفی پور رو انداخت به جون خالیباف. من نمیگم نماینده مجلس صحن علنی پشت تریبون فریاد زده. بعد میگن این پول کی داده شده؟ به یکی از نزدیکان رئیس مجلس در شورای شهر که تو به این پروژه رو انجام بده. خب کجا اینو انجام شده؟ شما مجلستون رو مدیریت کنید. نمیخواد بیاد بشینید به جاهای دیگه فکر کنید که قطعا تو قد و قوار این حرفا نیستید. مثلا اجازه ندارید شما راجع به این چیزا حرف بزنید. خالیباف هم که دید ممکنه قضیه بیخ پیدا کنه، یکی از نوچه هاشون رو روونه کرد تا به چاپ رائفی پور رو کنه. اساسنامه‌اش که در اینترنت هست گفته که این مؤسسه برای
حوزه پژوهش در حوزه مهدویت و سخنرانی در حوزه مهدویت و چیزای شبیه به در مورد حضرت مهدی سلام الله علیه میخواد فعالیت بکنه. پس اگر قوه قضاییه و دادگاه به این نتیجه برسه 1 ریال از این پول‌هایی که جمع شده به حوزه غیر مهدویت خرج شده، این میشه مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی که 3 تا 5 سال حبس داره فکر کنم و دادستان هم رسما باید ورود کنه چون غیر قابل گذشته. دومی اینه که توی پولا که جابجا شده که حالا مبالغش رو دیگه میتونید جمع بزنید مبلغ درست رو در بیارید، ولی جابجاییش هم اینه که نوشتم توی این پولایی که جابجا شده برخی از پول‌ها رفته به حساب اشخاص حقیقی و دوباره برگشته به حساب برادر آقای رائفی پور یا برگشته به حساب مصرف. رائفی پور هم اومد قضیه رو ماسمالی کنه، اما در عمل رانتی که قلونبا کرده رو پذیرفت و از اینکه حساباش لو رفته نالید. نکته همین ابتدا بگم که واقعا نمیدونم چطور تو کشور ما یه سری افراد میتونن اینقدر گستاخانه به حسابهای شخصی مردم دسترسی پیدا بکنن. بعد انتظار دارید مردم چرا میگید پولتون تو بانک‌های ایران چرا نگه دارید، چرا نگه نمی‌دارید؟ خب الان مسئله طرف مثلا اومده با مؤسسه ارتباط مالی داشته، بعد به باباش پول قرض داده 70 میلیون تومان، اسم بابای طرف هم نوشتم، ما تماس گرفت میگه بابای من اینجا چیکار میکنه؟ میگه من چه عرض کنم. اینکه کسی بره از 2-3 تا بانک هم یعنی یه دسترسی میخواد، حالا حتما من پیگیری خواهم کرد، حتما شکایت میکنیم و باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حتما و این بانک هایی که علاوه خصوص بانک ملت، بانک صادرات، اینها باید پاسخگو باشن. خلاصه این که اینا قرار بود با هم برن بالا، اما با هم کله پا شدن. البته بخور این جماعت دوست تمومی نداره و هر کی عبای عظما رو از یه طرف میکشه. مجالس گذشته چرا نیومدن واضح کنن کدومشون ماشین گرفتن از آخر یا نگرفتن و چرا ماشین گرفتن؟ آیا مردم عادی امروز میتونن بی راحتی ماشین بگیرن؟ میدونید چه کسی پشت اون صحنه بود؟ مافیای خودرو. اینا اومدن برای یک شرکت خودروسازی یه نفر سومی رو میخواستن بگذارن، خب نماینده هست به هر حال رفته از این طریق. لذا مجلس به نظر من خیلی مهمه، اما اوضاع از دست عظما هم در رفته و حالا دیگه سگ و سیله‌های خودش رو هم نمیتونه جمع جور کنه. مشنگستان این هفته رو با روزه‌های این بسیجی پررو شروع می‌کنیم که به سنگ پای قزوین گفته زکی. دانشجوها رو نزنید آقای بایدن، اساتید دانشگاه رو بازداشت نکنید آقای بایدن. اینا سرمایه‌های کشورن، اینا آینده سازای کشورن. جنبش دانشجویی نماد اکثریت مردمه. نخبگان دانشگاهی نخبگان جامعه هستن، قرار اون کشور رو بسازن. چرا باهاشون برخورد می‌کنید؟ اینا مجریا و کارشناسای همون رسانه‌هایی هستن که برای رفتن جلوی دوربین پول فحش هم میگیرن. کار به جای رسیده که مهمون برنامه، خب این هنرمندا خیلی با ما رفیقن، میره تلویزیون بدو که دوستای من گفته بود پول خوبی میگیریم میریم جدیدن پول خوب میدن. بعد گفته بود چطور؟ گفته بود خب آخه پول فحشش هم باید بدن. الان تلویزیون رفتن فحش داره، هم پول این که دارم میرم و میگیرم، هم پول فحشی که بعدش میخورم و باید به من بدن. پول خوب میدن ما میریم برنامه. حالا یه نگاهی هم به مسابقه مشنگا بندازیم که هر کدوم میخوان رو دست همدیگه بلند شن. پیش فرشته هایم دستای من تو دستشون پر میکشم تو آسمون، من با اونا میرم بالا میچینم از ستاره ها ستاره
تو اگه تو هم بخوای. آخوند صدیقی هم که مدعی بود امضاشو جعل کردن و از زمین‌هایی که به اسمش کردن خبر نداره، حالا که نوبت به دجالگری رسیده معلوم حواس جمعه و از حالا برای لیست اموال امام زمان هم داره نقشه میکشه. حضرت سلیمان انگشتری دارن، عصایی دارن، قالیی دارن که اینا همجور باقی مونده و امروز در خدمت امام زمان ماست. حضرت آقا تشریف بیارن، صاحب ما قطب عالم تشریف بیارن، خیلی چیزای دیدنی در خدمتشون هست، هممون لهله میزنیم ذوالفقار امیرالمومنین رو بلاس در دست بگیره، زره حضرت پیغمبر رو به تن بکنه، عمامه پیغمبر رو به تن بکنه، پیراهن حضرت ابراهیم رو که اون پیراهن رو به تنش کرد و در میان آتش نمرودیان نسوخت اون رو به تن میکنه. آلچه سلیمان هم در اختیارش هست، خاتم سلیمان هم در اختیارش. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به تازه ترین محصولات اقتصاد مقاومتی بزنیم. یه چیزی توی بیمارستان دیدم خیلی واسه من جالب بود، گفتم اینو به اشتراک بذارم واسهتون. اصلا کرک برم ریخت. اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو چنگالو کردن دستگیره، می‌بینی؟ اصلا یه چیز سم بهتون نگم، از خنده مردم. نگاه کن، می‌بینی؟ واقعا که اصلا مملکت ما ندارن دیگه بنده خدا این بیمارستان. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عزمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.